السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و بینندگان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتو را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌های ارضی و سمایش. و هر یک انسان از آن جمله مسلمانم باید که دائما برای تمام نعمت‌های پروردگار شکرگزار و بنده شاکر باشه که نعمت‌هایی که خداوند به هر یک انسان میده بگیم که ارزنده و لایق شکرگزاری و قدردانی پروردگار ما و شما هست. و یکی از نعمت‌های خوب خداوند این مال، ثروت، دارایی که برای هر یک انسان یا که تمامی بگیم انسان ها هیچ چیز مهیا نیست. هر یک انسان میفورش پولدار باشه، مالدار باشه، دارا و غنی و بای باشه، اما امکان نداره. و دنیا هم زیباگیش در همین رنگ پستی و بلندی و سیاه و سفیدی و یعنی برابر نبودنش خوبه. یعنی یک نفر بای، یک نفر کمبغل، یک نفر سواد داره، یک نفر سواد نداره، یک نفر شهری، یک نفر دهاتی، سیاه سفید. یعنی زیباگی دنیا در همیه. اگر همه یک رنگ یک نمود میبود این دنیا معنی نداشت. و در مسئله بگیم مال یا یکی ثروت، دارایی و بای، پولداری، شخصایی که بگیم از مسلمان باشن اگر از این نعمت خوب خداوند برخوردار باشن، پولدار، مالدار، دارا باشن، باید شکرانه خداوند بکنن و بدانند را که مسئولیتی زیادتر دارن نسبت به نفرایی که فقیرن. در نزد خداوند یا مسئولیتشان زیادتره. یعنی نگاه کنید، ما در قرآن اگر مسلمانان آیت برای مسلمانان داخل داره یا گپ خداوند برای مسلمانان زیادتر داخل داره که نفری که پول داره، مال داره، باید که خیر کنه، صدقه کنه، زکات بده. یکی از رکنهای اسلام زکاته. خب بعد از زکات چیه؟ فرضه. حج که فرضه. زکات هم فرض باشه، حج هم فرضه. حج رفتن هم یکی از بگیم حکم و فرمان ها و فریضه خداوند و حکم شریعت هایی که هم خدا هم رسول برای هر یک مسلمانی که دارا های شرایط داره رفتن به خونه مقدس معظم، یعنی در عربستان سعودی کعبه مکرمه یا که بیت الله. حتی در قرآن در 15 جای قرآن هم بیت الله الحرام، مسجد الحرام، شهر الحرام، بلد الحرام، یعنی زیاد از مکه مکرمه وصف کرده یا که نامش ذکر شدگیه. یعنی خداوندی قادر یکتا با چی حبیبش محمد صلی الله علیه وسلم چی با پیامبر خلیلش حضرت ابراهیم هم بینای مکه را توصیه دادگیه، سفارش دادگیه، هم نام مکه را گرفتگیه. هم ببینین حضرت ابراهیم هم با فرزندش وقتی که بینای مکه را همون دیوالای خانه کعبه را بگیم ساز میکردن چی گفتن؟ از خداوند نزدیک شوی و اوف اخلاص قرب نزدیکی به خداوند طلب کردن. یعنی اولین بگیم خانه ای که در روی زمین همچون به خداوند نزدیک شدن، یعنی خانه خداوند همین کعبه، یعنی مکه مکرمه که تمامی دنیا، تمامی مسلمان های روی دنیا وقتی که شرایط داشته باشن دیگه او ببینید در همین کعبه، در همین مکه مکرمه اطراف خانه کعبه ده وقتی که لباسی احرام میگن دو تا رنگ کفن، دو پرچه سفیده در 3 روزی که همو طواف شروع میشود وقتی میپوشن تمامی او دیگه فرق نداره در بگیم شهرش، در وطنش قدر زره طلایی داشت، چله داشت، گوشوار داشت، هر چی داشت را باید بگیره تنش. تنها 2 لباس سفید برای مردها، حتی یک تگمه در اجازت نیست.
برای مردها. لباسی که اون معنی حتی مرگ هم داره که ببین تا همه چیزوتا یک طرف گذاشتید پاک بگین که دیگه دنیا دا توجه خطا باید احساس کنید، دیگه عالم دخته احساس کنید. وقتی لباسای سفید هم میپوشید که تمامی حتی ببینین نازکی ها بگیم خطرهایی که اگر که یک خطا کنی نگاه کنی چه خطر داره، یک خطا کنی ناخون تا بگیری در حد یک مگس پشه میشین همون را بزنید تا در گردنت یک قربانی یک گوسپند میکشی با همون فقیرای اطرافی کعبه میتی، حتی خودت باید نخری نازکیاش یا که بگیم خطری که دیگر در اون وقت عبادت، در اون وقت که لباس میپوشی ای تمام گپ‌های بی‌معنی، حتی فخر کردن به قلبم حرامه. قدر بگیم عالمی دیگه دخته تصور میکنی. برای همین خانه کعبه قدر مقدسه، قدر خداوند رسولش تاکید کرده که شرایط داشته باشین مرحمت خانه کعبه. نماز ببینید برای تمام مسلمانان فرضه. نماز فرق نداره تو شرایط داری نداری، وقت داری نداری، تو زنی مردی سواد داری نداری، نماز فرضه. حج نه شرایط داری اما وقت برای تو واجب میشه. سوره قرآن بسیار میخونین یا که بسیار حتی میدونین کدام آیش برای حج فرض بدنش، چی سوره آل عمران آیت 97 باشه، چی حج خودش باشه، چندین آیت حدیثا داریم. ما پیامبر نازنین میگه که بنی الاسلام علی خمسین: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقام الصلاة، ایتاء الزکات، شهر رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اخیراً بگیم رکن اسلام، پایه اسلام ان حجی که اگر شرایط داشته باشی. مردم ما و شما بیچاره بعضیش ایسومی نفقش جمع میکنه، بعضیش شاید که بچه‌هاش ایرسیه سوم روان کنن، یا یکی یگان مهنتی دیگه میکنه با مهنتی حلالش سوم جمع میکنه با یک روزی را که خانه کعبه را برای زیارت کنه. زیارت به معنی تماشا نیسته، یعنی از نزدیک برای تعظیم یا یکی بگین سجده در نزد پروردگار کنه. او خانه یکی ای خانه دیگه یا یکی ای مهمان خانه پروردگاره، از دیگه مسجد فرق میکنه با تمامی نوعش، با تمامی شرایطش، با تمامی بگیم مرتبه و مقامش از دیگه مسجد و از دیگه مکان ها حتی فرق میکنه. حج این در هر جا نمیشه حج کرده، در هر ساعت هر دقیقه نمیشه حج کرده، فقط روزی خاص، ماهی خاص و جای خاص داره که اون مکه مکرمه. ببینین هموطنان ما یا یکی بگیم مردم ما که شرایط چون بگیم حتی فرق نداره او اختیاران میروه، یعنی سومش ایگجا میوره، سومش تیاره میخواه بروه، ما یک دیکتاتور، یک ظالم، یک دشمن دین، یک بگیم کافر مطلق داریم به نام امام علی که فیراد میکنه یا یکی روان میکنه نوکراش لشکرای همون شیطان میرون نام نویس میکنن خونه را. آدمی که حج میروه میگه برای اوجا یک بلنسه سوز که، برای اوجا یک باغچه کودکانه سوز که، برای اوجا ره را سوز که، برای یتیم خانه در یاردن بته، بعد حج بره. این خیلی وجود نداره. گفتیم کن حج این حکمی الهیده های، خیر صدقه او حکمی الهیده، یعنی این در شریعت برای خیرات صدقات هم هسته. این را هیچ که اتکاز نمیکنه، این را بگیم هیچ که ممنون نمیدونه. هر نفری که فرق نداره کیه یک گپی خدای و رسول انکار کنه قبولش نداشته باشه حتی زیدش گپ زنه او را ما کافر میفهمیم. کافر با مطلق هیچ که حق نداره که یک گپی خدا و رسول یا قبول نداشته باشه که زیدی او گپ زنه یا که او را یک طرف کنه خچه ای او با بالاتر بگیم حساب کنه یا که بالاتر گپ زنه مانند امام علی. بگیم که یک حکم یک فرمانی پروردگار عالمه، آفریدگار ما و شما که یعنی خانه خدا یا گفتیم کعبه را حج برای نفری که شرایطش میرسه، امکان داره، توانایی داره فرض کردگیه، واجب کردگیه.
وقتی که با نگاه کنید در آخر آیه در پشتی گپش پروردگار میگه که اگر شما قبول نداشته باشین همین گپی مرا یا که نرین یا انکار کنین، میگه خداوند غنیه، بوی پروای کافرون نداره. ببینید زیاده 2 میلیون هر سال میروند خانه کعبه، فکر میکنه خداوند یا یکی بگیم که در خلقت خداوند در بگیم فرمان خداوند یگان چیز اضافه میکنن یا برعکس کمی میارن؟ نه، همون یک فرمان خدایی که زیارت برین اگر که شرایط داشته باشین و ای نزدیک با خداوند راز نیاز کنین. در اونجا شیطان هم سنگ میزنن اکه امام علی را. انای حکومت، انای بگین دشمنای خدا، یا نگاه کنین هم آیت خیلی بگذار آیت قرآن یا که همون سوره حج، آیت حج یا یکی همون کعبه را قبول داشته باشن، برای چی زیدش مبارزه بردستن؟ آخه حکومت نخواه که ای مردم سوم جمع کنه یا که طلب کنه که تو برای آباد که بعد حج بره. و تو چکار داری؟ تو کی خودت؟ شما حق ندارین که بر ضد خدا گپ زنین یا که گپ خدا را یک طرف مونین. ما دانوتر، ما بسوادتر، ما میفهمیدگیتر گفته گپ خدا تبلیغ کنی و مجبور کنی مردم با گپ تو بکنن. دیده نه نواروشه، هم نواره ابلیس اومده دیدگی که در چندین جلسهش همین روی راست نترسیده. ببینید ابلیس خدر به ایمان به شرف به ناموس کافری مطلقه میگرده، میگه که حج کجا میره؟ حج در خونت، برای یک باغچه کودکانه، برای یک مکتب سوز که، برای یک مغازه، یک نمیدونم راه را سوز که، یک یتیم خانه دستون بته میشه و حجت قبول. این دروغه. این گپ خلاف گفته‌های خداوند و رسوله. گفتیم که خیرات صدقات دیگه مسئله، حج ای دیگه مسئله. یک سوال یک پیشنهاد، وقتی که امی ابلیس خودش به خانه کعبه رفت، وقتی که حج در خونهش باشه کجا رفت؟ یا یکی همو آزاده ببینه رئیس دستگاه های دخترش رئیس دستگاه های، برای چی نگفت که حج در خونت بره یا چه دعا بگی یا که ایمانی پدناله دعا بگی؟ او را نگفتی گپه، برای تماشا رفتن. ما گفتیم در حج وقتی که فرمه احرام میپوشن همون سفید، ناخن گرفتن، در آینه نگاه کردن ممنوعه، اجازه نیست. این شیطان این صورتگیری رفت، هم خیلی ساده مرا صورت بگیرین میگه. دیدنش همون ویدیوشه که همون صورتش در همه جا هسته که همه خیلی ساده مرا صورت بگیرین. با خاکزنوش پدخلیموش اعلان کردن یا که بگیم آوازه کردن که در حق ملت دعا کرد. آخه دعا قبول نمیشه. تو کجا دعا میگی؟ بعد دعایت هم بگیم یک متل داریم که کرموش بعد کرموش باران نمیباره. تا همون کرموش رو که همون خوبی هستی که تو نه دعا داری، نه خدا و نه رسول نه دین، هیچ تو نداری. خب برای همین نه رئیس کمیته دینش یک بگیم کنلیسک دیگه، یک بیناموسی خاینی دیگه به نام کلی سلیمان برآمد گفت که یک هفته پیش با فکرم دیدگین در اخبارو پخش شد، گفت که در سال 2018 7000 کواتا از طرف عربستان سعودی برای مردم ما اومد. یعنی که 7000 را میتونن که قبول کنن به عربستان برای زیارت به مکه مکرمه. گفت که ما نتونستیم کواتا را پر کرده. برای چی؟ بعضی اتکاز میکنن وقتی میام حج رفتنیم میام میگه که برای یک بینا ساز که، برای یک یتیم خانه را پول بده، برای او را ساز که. خب من حج میرم یا که مرا یک نگاه کنی اگر رو بگیری نمیدونم می البغدادی چی امام مجبور به صدقه میکنی، یا حجی نفری که مجبوری صدقه میکنه و صدقهش قبول نمیشه. صدقه مجبوری نیست. یگان شریعت در این شریعت یگان کارش مجبوری نیست، فقط نمیکنی گناهگار میشه. با فرمان ابلیس نه، با فرمان خدا اگر نکنی. مثلا نماز مجبوری نیست، نخونی گناهگار میشه. این مجبور برای صدقه که و تو کی؟ تو نه پیامبر ای اسمو برای تو وحی نمیاد که تو
مجبور میکنی که برای صدقه که تا حج نره. با هم خیلی پرای میگه که نعوذ بالله میگه که دائمی خوزی جبرائیل اومد وحی را دادش. هم خیلی پرا با دل پر میگه که حج نره، حج تو قبول ای. کجا میره حج؟ این طریق کفر مطلق، این ملحدی توزه. انای کلی سلیمان رئیس کمیته دین تنظیم جشن عنعنه و مراسم های نزد حکومت یک کمیته افتیم که سرخری ملته برآمد گفت که 7000 نیفتیم، یعنی کوتا پرکا نتونستیم، کم رفت. با نرخش هم گفت $3700 $200 زیادتر ای سال گذشته، یعنی نرخ زیاد کردستن. یا نمود فشار آوردن برای نفرایی که حج میروند، یعنی یا اتکاس کنن یا که زورشون بیا، یعنی سوم میکنن، دائما همین استفاده میبرن. گفت که در سال امسال را گفت که 5000 آمد. نگاه کنید سال گذشته 6000 گفت، 7000، امسال 5000 آمد. گفت که ایش هم ما نتونستیم پرکدم کوتا را، یعنی همون قدر نیفتیم روی کنیم. دیدیم برای چی؟ همی سال تا سال صفحه کم میکنن، یعنی نفر نه که هستن نفرایی که مثال با واسطه بگیم دیگر دولت‌ها چیز بگیم روسیه میروان حج، چیز ایران دیگر دولت‌ها میروان حج، ای مردم ما و شما برای که دای جمعه دونه که دشمنی خدا نمیمونه شون سعی روشون میگیره، یا که در گردنشون میزنه یک بینوره یا که یک اوشیونه یا که یک مغازه یا کوپریک برسوس که میگه میره و دیگه جو میروان حج. انا نکی دایی تاجیکستان نگاه کنین صفش کم شده است. صفی نفرایی که حج میروند کم شده است. برای چی؟ گفتیم که حتی ایوس دیدن خبرات چی میگن؟ ایوسنن میان ای طرف حج وقتی گشتن اومدن به تاجیکستان بعد کلاشون میزنن که برف در فلان اینترنت یا که در فلان بنیانگاه طبیه یا که نمیدونم یکون کارخانه دیگه برای پول بده. دیدین خیلی هم ظلمه هم دشمنی با اسلام دتای باید تیر دفاختر میزنن. گفتیم که مجبور کردن با یک کار حتی کار خوب هم باشه هم حق ندارن، هم کاری تو ای ثواب خالی میمونه. نفری که با اخلاص با خواهش با بگیم دیل نیتی پاک خودش صدقه نته خیلی مجبور میبری تبرو جاسوس که این نمودید بگیم مجبور کردن یا که یک دشمنی سرسختی بگیم خچه با همون بالای میلاد نشان دادن ای رنگ همو گفتیم که دوائنی که او طرفگیش که مجبور هر یک نگاه کنیم گفتیم چندی بار که هر یک همی فقط امام علی آیتایی که برای صدقه باشه گفتهای پیامبر که برای خیر صدقات باشه یا که بگه نگاه کنین فقط از یک شعار یافته در اسلام مجبوری نیست، سختگیری نیست. انا علمی قطعی تبلیغ داره، مردم وسوسه داره. امام علی وقتی در اسلام گفتی خودت همو وسوسه میکنی مردم که سختگیری نیست یا که یکون مشکلی نیست، آسانگیریه. اگر نمونش کسی که صدقه میکنه بکنه نمیکنه نکنه به حج رفتن تو کی خودت؟ تو کی نمیمونی که حج بروان؟ دیدن که این فرعون یا که این دجال آخر زمان در تاجیکستان انای خیلی مردم گمراه کرده گیه. بعضی خیلی میدوننش که دشمنه، بعضی نمیدونن. من چندین ویدیو را دیدم خرسنده رحسوس کردم میگه حج نرفتم، جنابی عالی گفت که نرین حج همینجا رحسوس کنین همین صدقه. حکومت مرده که رحسوس کنه، بنیانگاه تیبی سوس کنه، بخچه کودکان سوس کنه، بعد ای تاو تور هم اینجور رکلام کنه که در 4 طرفی دوشنبه بخچه سوس کرده شده دیگه تمامی مقامات برای وجد مردمی همو کوچره که همو دامو را بخنبونه ببینه که جا یا بخچه کودکانه سوس شید رکلام کنین آباد شده سی تاجیکستان. برای همین حج یکی از احکاماتی شریعت یعنی فرمانی پروردگاره. هر کسی که قبولش نداره یا که زیدش گپ میزنه یعنی این کارش میکنه یا که برنامه ای با بلوتر پیشنهاد میکنه رنگ امام علی شیطان این رفع را کفر میگن.
گفتیم که خداوند خودش میگه، این گپی من نیست. هر نفری که گپ قبول نداشته باشه یا که برزیدی گپ زنه کافر مطلقه. برای همین گپ ایرا بگیم وسوسه‌ای را گوش نکنین، حج رفتنی باشین، با دیگر راهو برین، یا که ای همه خوبش بهترینش که امی دجال باید ما نابود کنیم. اگر ایرا نابود کنیم دیگه خودتون میدونید که آزادی با دیگه میشوه. هر یک نفر بعد آزاد میشوه، یک نفر بگیم آدم، بگیم یک شخص کاملتر در جای ای بمونیم که مردم بتونه که عبادت شه، بتونه زندگی خود شه، یعنی در اختیار خودش باشه. اوزی مردم همین مغزشویی کردگیه. بعضی ایران شاید نفهمن مغزشویی کردگیه که حتی با همین گپای همین بعضی پیرو یا که بگیم که اعتقاد دارن که توغری میگه، نعوذ بالله کافر میشه کسی بگه اموالی توغری میگه. یگون گپی توغری نیست. گفتیم که حتی اون آیاتو رو میگه، او آیاتو رو برای وسوسه میگه. وسوسه یعنی فریب. همین امر معروف و نهی از منکر میکنه، شیطان میکنه. فراموش کردین شیطان کی بود؟ شیطانی که ملعون شید، یعنی لعنت شده شید، اول کی بود؟ همین اومالی هم هموی. همین هم یک ملعون، یک بگیم اقی پدر به ایمان دیگه که امروز دوره در امو راستی خودش یا که در امو صفی خودش مبارزه بر ضد اسلام یا که بر ضد خدا و رسول، گفته های خدا و رسول برده است و شیطانی که بزرگتر ایه که ما نمیبینیمش، ای آتش آفریدگی او را خرسند داره و با او همکاری داره، علاقه داره با او، یک یاردم یک کمک با او میکنه. خب انا به دوستان و بینندگان گرامی که بگیم خلاصی گپ یا مختصری گپی ما همین بود که حج رفتن مردم تاجیکستان امروز به صدقه و به خیرات، به زکات، به دیگر طرفات تا دودستان. شما مردین که حکومت تاجیکستان خودکامه ها، خائنای بدبخت، نو جشن ها و نو معرکه های بی‌فایده و بی‌معنیتونه کم کنین، برین آباد کنین، بینای طبی میسازین، باغچه کودکانه میسازین، تعلیمگاه، ورزشگاه، اونا قد برین بکنین. سفرهای ابلیس میره به طرف هر یک ناحیه، هر یک شهر، او ورتلوی تو چند قد بنزین میخوره، کراسین میخوره، او ماشینا و لشکرهای بگیم که شیطان صفتی تو چند قدر رزخود دارن، او نون و نمک و تمامی میوه و سیوه و همه را جمع میکنن در نزد اونا، او رزخود نیسته. اوجا چی نمیگوی که یا را یک طرف کنین برای یک آدمی گشنه ده که یک یتیم خانه ده بتین. انا یه مردمی تاجیکستان که یا وسوسه میکنن، معرکه ها و بگیم رزخودایی که حکومت خودش داره بیرق کلانترین میسوزه. نمیشه یک بیرق کلانترین ده برین یک باغچه، یک تعلیمگاه بسازین. ایتری گپو ده عقلی اون نمیگیره. وقتی که یک بیچاره که در عمرش بیچاره $3,700 با سومی تاجیکی 35,130 سومون میشیده. همون قدر سوم میوه همین را میگن که تو برای اول خونه تخشو که یا برای تو همسایت یاردم بده. تو چیکار داری؟ او همسایش یاردم میده، او خونش بیزیبه. اگر با قانون تاجیکستان بگیریم هر یک نفر اختیاری یا که بگیم که آزاده در زندگیش هم، در بگیم حیاتش هم، در کار فعالش هم اختیار داره که چیکاری میکنه نمیکنه. ایا امروز با شخصیت، با زندگی و با ناموس مردم دست زدن و زده استن، عاقبتش خدای تعالی به خیر بیاره که این حراما نیتای بد دارن که ما و شما را یا به خون میکشن و کشیده استن یا که به نابودی. خداوند قادر یکتا این خوب به همتا ما و شما را هدایت کنه و تکرارا باز دعا میکنم که پروردگار ما و شما را نابودی نمی ابلیس امام علی ده نصیب گردانه. یعنی هر چی زودتر ما را به اسفل سافلین راهی کنیم و بسیار خرسند هم میشیم که بسیار به جای بگیم مناسب رویش کردیم. ایرا و اطرافیوشه همشه به اسفل سافلین انشالله روانشون کنیم، در اوج پیشوازشون میگیرن با تمامی گرزهای از آتش، انشالله بهترین میشه و ما علینا الا البلاغ المبین.